سلام دوستان عزیز، امروز اومدم با آموزش یک ادیت خیلی جذاب که فیلمی که میخوام ادیت بزنم الان نشونش میدم. بعد شما خواستین میتونین به جای اینکه از مداحی ملودی چیزی انتخاب بکنین، مثلا من چون قبلا درست کردم که همون الان برای شما میخوام بذارم، میتونین به جای مداحی ملودی آهنگ بذاریم. مثلا من الان چون مداحی قبلا درست کرده بودم همون رو میذارم. مستقیم من راه نجف سجده میکنم به درگاه نجف شاهان جهان غلام حیدرم منم غلام حضرت شاه نجف منم غلام حضرت شاه نجف علی 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 دل علی دلبر علی. ویدیوش این بود. اشاره بریم برای درست کردنش. من این دفعه میخوام با آهنگ درست بکنم اینا. پس اول از همه ممنون میشم لایک ویدیو رو بزنید. اگه خوشت اومد حتما کامنت بذار که ببینم خوشت اومده یا نه. و اگه از این ادیتا دوست دارین که دوباره بذارن کامنت کنید. ممنون. اول از همه صفحه خالی که مشکی این بالا رو میزنیم و خب اوکیش میکنیم میریم برای درست کردنش. خب برای درست کردنش بعد بریم روی صوت موسیقی مد نظرتون انتخاب کنید. چون گوش خودم نیست، یکم موسیقیش به درد نخوره دیگه، ببخشید داره قدیمیه. من از اینجا برش میزنیم که با شروع شدن اون یکی باشه. خب خوب شد. بریم برای اوکی کردنش. ویدیو تا هر چقدر که خواستین میتونین کش دارش بکنین دیگه. مثلا من نمیدونم تا کجا میخوام باشه ولی خب خوبه دیگه. اول از همه حذف علامت میزنیم که علامتش رو حذف بکنم. تموم شد. وقتی علامت حذف شد روی بوم زد مد نظرتون انتخاب میکنیم که من از 4.5 چیزی استفاده کردم. میبینینش اینجا. این از این استفاده کردم. بعدش میریم داخل متن. آهنگ بعد قبل حفظ باشه. میریم داخل متن و مثلا قبلش میریم آهنگو گوش کنیم. گفته جانم. اول کل متن رو مینویسیم. خب مثلا من دیگه بعد متن رو بنویسم. کل متن رو مینویسم. رنگ سفید میذارم جلوی مشکیه. فعلا این خدافیزی کوچیک بکنم که من اینو کامل بنویسم و بقیه ویدیو رو بگیرم. خلاص. سلام دوباره متن رو کامل نوشتم. حالا بریم برای ادیت اصلی. خب ما کلیپ رو بس می‌کنیم. خب وقتی رسید به کلمه اول دوباره می‌بندیم ویدیو رو. من ترجمهش کنم. خب این متن دوباره می‌نویسیمش همین. بعد اینجا می‌زنیم روی تابش. مثلا این رنگی هست روی تابش. بعد هر مدل تابشی که خواستین انتخاب می‌کنید. مثلا هر مدل خواستین این مدل رو می‌خوام این مدل انتخاب می‌کنم و رنگ زرد بزرگش میکنم و میام میندازم یه جانم باش. سایدشو میگیرم و میندازم روش. همین کارو تا آخر برای کل ویدیو انجام میدین تا درست بشه. پس کلیپ ما آماده‌ایه. حالا مثلا دیگه پایانشو کاملشو براتون میذارم آخر ویدیو. ممنون میشم که منو لایک بکنید. اگه خوشتون اومد کامنت هم بزنید که ببینم خوشتون اومده یا نه. و اگه از ویدیوهای ادیت بیشتر دوست دارین بذارین لایک و کامنت فراموش نشه که بدونم چقدر حمایتم کردین. ممنون همگی شما. امیدوارم همیشه سرزنده باشین. خدا نگهدار. جانم باش نوشدارو بعد مرگ فایده نداره. جانم باش رخ نمایان کن و این ماه شب تابان